این جنگ چرا اتفاق افتاد و این جنگ از جان منطقه و جهان چه میخواد؟ ببینید، برای اینکه ما بتونیم دلایل وقوع این جنگ رو تحلیل کنیم باید یک شناختی از مناسبات آمریکا و منطقه و آمریکا و جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. آمریکایی‌ها بعد از جنگ سرد تلاش کردند که دنیا رو در واقع به نحوی بین خودشون و اتحاد جماهیر شوروی تقسیم بکنند و در این تقسیم ایران رو به عنوان منطقه نفوذ خودشون انتخاب کردند و در اون زمان با انتخاب عوامل و عناصر خودشون در ایران و انجام کودتا در ایران و سلطه بر منابع ایران به بهره برداری از منابع و همچنین اعمال نفوذ سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی در ایران دامن زدن و در این راستا رژیم صهیونیستی غاصب کودککش رو هم همراه خودشون کردند و حتی به سیاستمداران ایران در اون زمان نشان دادند که اگر مناسبات خوب با آمریکا میخواید باید از دروازه رژیم صهیونیستی وارد بشید. اما انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی و یاران او تودهنی محکمی به آمریکایی‌ها زدند و به اونها گفتند که ملت مسلمان ایران ذلت و سلطه یک کشور خارجی رو به هیچ وجه نمیپذیره و آمریکا رو شیطان بزرگ لقب دادند و برای مقابله با هر گونه نفوذ، هر گونه غارت منابع ایران و سلطه بر ملت بزرگ ایران، ملتی که تاریخ ساز، فرهنگ ساز، تمدن ساز، ملتی که تکیه بر اسلام داره و ملتی که برای خودش غرور داره، این امکان پذیر نخواهد بود و چنین اجازه ای رو دولت ایران و رهبری ایران نخواهد داد. خب اینها از اینجا وارد صحنه مبارزه و جنگ با ایران شدن. عملاً اونچه که شما امروز به شکل آتش در میدان ها میبینید، این در واقع رفتاری هستش که به شکل نیابتی ده ها سال توسط دیگران انجام شده. درست. از طریق کودتا، نفوذ فرهنگی، تحریم‌های اقتصادی فزاینده و هوشمند، از طریق فشارهای سازمان‌های بین‌المللی، تهدیدهای نظامی، زدن هواپیما، کشتارهای عرض شود که توسط سرویس‌های امنیتی، ترورهایی که انجام شد، فعالسازی گروهک‌ها، تحریک صدام حسین به جنگ با ایران و برنامه‌های دیگری که خب به هر حال همه از اون اطلاع دارند تا کار به هر حال رسید به جایی که قدرت ایران در منطقه و در دفاع از منافع و حقوقش در چشمان رژیم صهیونیستی و امپریالیسم آمریکا بارز شد و این اونا رو ناگزیر به این حملات فعلی کرد. ناگزیر کرد که اونها در واقع شیوه هایی که به کار می بردن شیوه های نیابتی بود. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدن که دیگه با این شیوه ها نمی توانند مانع اصلی بر سر نفوذشون در جهان اسلام و در منطقه غرب آسیا رو از میان بردارند. رفتارهایی که در عراق شکل گرفت، مردم عراق قیام کردند برای منافع خودشون و آمریکایی ها رو از اونجا بیرون کردند. اقداماتی که در افغانستان اتفاق افتاد، شکست خفتواری که مردم افغانستان، مجاهدین افغانستان به آمریکایی ها دادن، اقداماتی که در لبنان و در سوریه و در یمن صورت گرفت، به اونها فهماند که صحنه رو باختند و اون آرزویی که برای حفظ جایگاه خودشون داشتند این دیگه قابل ادامه نیست. و اما اینک جناب آقای سفیر، اینک مشخص هست بازنده و برنده این میدان کی هست؟ آمریکایی‌ها مدعی هستند که ما و خب جمهوری اسلامی هم میگه ما. خب این رو میدان باید تعریف بکنه و ناظران، البته به شرط اینکه یه مقدار دسترسی به اخبار و اطلاعات هم امکان پذیر باشه و این سانسور شدیدی که اعمال کردن برداشته بشه، بعد اون موقع تصویر واقعیت ها روشن میشه. اما اگه اجازه بدید من یه نکته رو خدمتتون اضافه بکنم و اون این هستش که خب اینها وقتی که حوادث غزه اتفاق افتاد بعد از 7 اکتبر و جنایت نسل کشی شدیدی که در اونجا اعمال کردند و سرزمین‌های مسلمانان محروم، مسلمانان مظلوم رو نابود کردند، 75,000 نفر عمدتاً کودکان و زنان رو به شهادت رساندند. اگر یک زنی باردار بود اون رو هدف قرار دادند که یک فرزند فلسطینی به دنیا نیاد.
و جنایت هایی که اونجا انجام دادند و آثار و تبعات اون در جهان، نه تنها در جهان اسلام بلکه در کل جهان و آزادگان جهان، چهره و شخصیت ننگین آمریکا، ترامپ و اسرائیل رو روشن و روشن‌تر کرد. درست. به این ترتیب بود که اینها به این جمع‌بندی رسیدند که باید هر چه زودتر این مانع و این منبع و الهام بخش پدیده مقابله با رژیم فاسد نسل کش کودک کش اسرائیل رو از سر راه بردارند. حمله و جنایاتی که در حق لبنان کردند، تحولاتی رو که در سوریه رقم زدن، اونها رو امیدوار کرد که خب ایران امروز ضعیف شده و باید عملیاتی رو انجام بدن. درست. توطئه‌های زیادی کردن، اولا در حوزه اقتصادی، فشارهایی که به تحریم ها، مکانیزم ماشه اینها، بله، تمام ابزارهای خودشون رو چند برابر به میدان آوردن. از ابزارهای سازمانهای بین المللی سوء استفاده کردن، در حالی که ما کاملا آماده مذاکره بودیم و با زبان دیپلماتیک آشنا بودیم و آماده بودیم که در چارچوب حقوق بین المللی حقوق خودمون رو استیفا کنیم و مسئولیت خودمون رو هم بپذیریم. اونها جنگ تابستان رو تحمیل کردند. درست در میانه مذاکرات بودیم که جنگ رو تحمیل کردند، اما به زودی متوجه شدن که اشتباه کردند و نیاز به زمان دارند. درست. میرسیم به این جناب آقای سفیر که چرا شما این جنگ را منطقه‌ای کردید؟ وقتی آمریکا و اسرائیل ایران را بمباردمان کرد، چرا قطر، کویت، بحرین، عربستان سعودی، امارات؟ من از جنگ تابستان اجازه بدید به این طرف ادامه میدم. در جنگی که در ژوئن اتفاق افتاد، اینها به اشتباهات خودشون پی بردن، جنگ رو بسیار سریع به آتش بس یا به توقف جنگ تبدیل کردن برای اینکه بازنگری بکنن. در این دوره به ظرفیت‌های اجتماعی و شورش‌های داخلی ایران دل بستند که در اون هم با حضور مردم در صحنه شکست خوردن. اقدام به لشکرکشی کردند به منطقه و نیروهای خودشون رو در پایگاه‌های منطقه مستقر کردند. ناوهای خودشون رو من منطقه گسیل کردند و همه سلاح‌ها و تسلیحات مورد نیاز، مهمات مورد نیاز رو هم به همراه خودشون آوردن تا با یک آمادگی بیشتری ایران رو اولا بترسانند، بلکه ایران در میز مذاکره تسلیم بشه و بعد هم اگر نشد خب حمله رو شروع کنند. خب طبعا ایران وارد مذاکرات شد، کاملا در چارچوب حقوق حقه خودش بر اساس حقوق بین الملل به مذاکراتش ادامه داد. اعلام کرد که ما به عنوان یک عضو NPT و عضو سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای حقوقی داریم که این حقوق رو مطالبه می‌کنیم. این سازمان باید به ما کمک بکنه در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و در موضوع نگرانی‌های دنیا نسبت به این موضوع ما کاملا آماده هستیم این نگرانی‌ها رو به هر شیوهی که بخوان برطرف بکنیم، برای اینکه ما یک کشوری هستیم که ثابت کردیم اساساً در استراتژی ما این سلاح هسته‌ای جایگاهی نداشته و دنبال این سلاح هم نبودیم. اما متاسفانه مجدداً در میانه مذاکرات دیپلماتیک اینها حمله رو شروع کردند. در دور سوم مذاکرات که اتفاقاً از نظر رسانه‌ها و از نظر دولت عمان که میانجی بود مناسب ترین دور بود و پیشرفت‌های اتفاق افتاده بود و وزیر خارجه عمان اعلام کرد که در حال پیشرفت هستیم، به زودی مذاکرات فنی رو شروع می‌کنیم. ما شاهد این بودیم که روز 9 اسفند، 9 هوت، اینها مجدداً حمله سنگینی رو هم از سمت رژیم صهیونیستی و هم از سمت نیروهای نظامی آمریکا و با قول خودتان دیپلماسی را بمباران کردند. در پایگاه میز مذاکره رو بمباران کردند، رهبر ما رو شهید کردند، فرمانده کل قوای ما رو شهید کردند، عزیزترین شخصیت کشور ما رو به شهادت رساندن. در دفتر کار خودش همراه او خانواده‌اش رو و اعضای خانواده‌اش و نوه 1 سالش رو همراه او مدرسه دخترانه‌ای رو به خاک و خون کشیدن در میناب که 172 پیکر دختران دبستانی رو به خاک و خون کشیدن که باید پاسخگو باشن. ورزشگاه‌ها رو زدن، خانه‌ها رو زدن و به این امید که ظرف یک مدت کوتاهی اینها میتونند ایران رو در واقع وادار به تسلیم بکنند و طرح‌های پلید خودشون رو اجرا بکنند.
جنگ شروع شد. آره. اونها جنگ رو به ما تحمیل کردند. اسرائیل و آمریکا با افتخار مسئولیت شروع جنگ رو پذیرفتند. چرا؟ برای اینکه فکر می‌کردند که این جنگ مانند تحولاتی که در ونزوئلا اتفاق افتاد یک داستان کوتاه تخیلی یا بازی کامپیوتری خواهد بود که اونها به زودی به پیروزی میرسند و بنابراین از هم سبقت گرفتن برای اینکه بگن ما پیروز این جنگ هستیم و ما این دستاورد رو آوردیم. اما 2 ساعت بعد کشوری که فرمانده کل قواش شهید شده بود، فرمانده ستاد کلش شهید شده بود، وزیر دفاعش شهید شده بود، وزیر سپاهش، فرمانده سپاهش شهید شده بود، عملیات رو در جبهه‌های متعدد آغاز کرد و بزرگترین خسارات جنگی رو بعد از جنگ جهانی دوم به اینها وارد کرد و وارد میکنه و تا تنبیه اینها به این ادامه خواهد داد. بسیار نکته بسیار خوبی رسیدیم. سوال من بعدا مطرح خواهم کرد تکرارا و اما پیش از آن بیننده‌های گرامی وقفه کوتاه میگیریم و باز میگردیم به این گفتگو. و ادامه گفتگو. جناب آقای سفیر، سوال من یادتان است، تکرار میکنم، یک جز بهش اضافه میکنم. اول اینکه چرا کشورهای منطقه حتی پایگاه‌های آمان که میزبان مذاکرات بود را مورد حمله قرار دادید؟ دوما حالا تا چه زمان ادامه داده میتونین؟ چقدر توان دارین؟ اونا که مدعی هستن که موشک ها و پهپادها و همه چی شما تمام شده، ولی واقعیت چی است؟ خب شما نگاه کنید که آمریکایی ها هواپیماهاشون، موشک های کروزشون و در واقع سلاحاشون بر علیه ایران از واشنگتن و از نیویورک و از ولایات متحده شلیک نمیشه. از کجا شلیک میشه؟ از همین پایگاه ها شلیک میشه. از پایگاه هاشون در منطقه داره شلیک میشه. ما هم وظیفه خودمون میدونیم برای دفاع از خاکمون، دفاع از جان مردممون، هر نقطه‌ای که علیه ما آتشی برمی‌افروزه اون آتش رو در جا خاموش بکنیم. درست. هراسی از دست دادن دوستان در منطقه وجود نداره. اونجا فقط صحبت از شلیک موشک یا پرواز هواپیما نیست، بلکه سامانه‌های متعدد جاسوسی، سامانه‌های شنود، سامانه‌های راداری، سامانه‌های مرتبط با مخابرات و همچنین پناهگاه‌هایی و دپوهایی وجود داره که به شدت اینها در واقع نیروهای مسلح ما رو آزار میداد در جنگ تابستان و ما این رو شناسایی کرده بودیم و ما برای خودمون طراحی داشتیم که در جنگ جدید اول کاری که خواهیم کرد اجازه نخواهیم داد که منبع اصلی قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه در اختیار اونها کماکان باقی بماند. اونها در فاصله جنگ ژوئن تا جنگ رمضان به ذخیره سازی و تقویت این مناطق به عنوان مناطقی که در واقع مورد استفاده و آمادشون به پشتیبانشون هست بسیار تکیه کرده بودند و این رو به قدرت برتر خودشون تبدیل کرده بودند. اما سوال شما، ما اولا به کشورهای همسایه حمله نکردیم. این قسمت از خاک کشورهایی که در جنوب خلیج فارس هست این خاک آمریکا هستش. این آمریکا مالکیت داره بر اینها و از اراده و کنترل اونها خارج است. اگر نبود ما از برادران عزیزمون، کشورهای همسایه‌مون خواسته بودیم. جناب آقای سفیر که مناطق غیر نظامی، افراد غیر نظامی هم آسیب دیدند. اجازه بدید من به خدمت شما توضیح میدم. ببینید ما اعلام کرده بودیم که از برادرانمون، کشورهای همسایه‌مون، دوستان عزیزمون، کسانی که با هم قرنها بلکه هزارها با هم زندگی کردیم، با هم دیگه رفت آمد داشتیم، برادری داشتیم، از اونها خواسته بودیم که با آمریکایی‌ها اجازه ندید از این نقاط علیه ما استفاده بکنند و اگر استفاده بکنند به اونها گفته بودیم که ما مجبور به پاسخ خواهیم بود. درست. اما متاسفانه اینها نتونستند آمریکا رو متقاعد بکنند که استفاده بکند. این خوشبینانه هست که من خدمت شما دارم عرض میکنم. درست. و این کار رو وقتی انجام دادن ما اقدام متقابل کردیم. من از شما یه سوال میپرسم. امروز شما تصور بکنید که از روی همین کوه اسماعی در کابل کسی نشسته باشه و خمپاره به داخل شهر کابل بزنه. فکر میکنید نیروهای مسلح شما، نیروهای استخبارات شما اول کاری که میکنن چیست؟ اول کار شاید چلیک کوبنده سمت اونا بکنن. یعنی اگرچه در داخل خاک خودتان هست. آره.
با نیروهای مسلح این تجربه را کابل داشته، افغانستان داشته. ولی میرسیم به هر کشوری به شکل منطقی دشمن خودش رو خواه در داخل مرزهاش باشه خواه در خارج مرزهاش باشه باید هدف قرار بده. این قضاوتی است که هر انسان عاقلی میتونه انجام بده. اما اینها سوء استفاده کردند و نیروهای خودشون رو به میان مردم بردن. امروز کسی باید از آمریکایی‌ها بپرسه، دولت‌های منطقه باید از آمریکایی‌ها بپرسن چرا مردم مسلمان قطر، امارات، کویت اینها باید تبدیل به سپر مردمی در مقابل یک جنگی بشن که جنگ افروزی و برافروخته. جناب آقای سفیر بسیار ممنون. فقط میرسیم به یک جای بسیار مهم این پرسش که حالا مشخص است کی با کی هست. مثلا همین عربستان سعودی با پاکستان تفاهم نامه امنیتی دارن و حتی در حدی که گفتن شراکت اتمی هم خواهند داشت. پاکستان در روزهای همین جنگ رمضان متهم شد که از هوا و خاکش علیه ایران استفاده شده. امروز نخست وزیر پاکستان آقای شریف در عربستان سعودی است و همینطور آذربایجان، ترکیه. این کشورها دوستی و دشمنیشان مشخص است با کیان؟ ما ببینید همه اینها رو دوستان و همسایگان خودمان تلقی میکنیم مگر اینکه عکسش ثابت بشه. تا امروز برای ما کشورهای همسایه‌مون کشورهای همسایه بودن. فقط نقطه‌ای که وجود داشته وجود نیروهای آمریکایی و پایگاه‌های آمریکایی در اون مناطق بوده. ما البته اعلام کردیم که شلیکی به سمت آذربایجان و ترکیه نداشتیم و گمان می‌کنیم که رژیم صهیونیستی و یا هر عامل ثالثی که منفعتش در این بوده برای تحریک این کشورها نسبت به ما و ما نسبت به اونها یک چنین اقدامی انجام داده. اما در رابطه با عربستان و پاکستان ما اتحاد و نزدیکی اینها رو به هیچ وجه علیه خودمان نمیدانیم. این رو یک پیوند درون اسلامی، درون خانوادگی میدانیم که قطعاً این علیه رژیم صهیونیستی خواهد بود و از این جهت ما یک نگاه این گونه هم به این موضوع داریم. یعنی اینا رو دوست میدانید؟ ببینید دوست و غیر دوست مادامی که ما با همدیگه اعلام برادری داریم و نسبت به هم اقدام منفی نکردیم قطعا این دوستی هست و همسایگی هست. بعد یک چیز دیگر این که همین کشورها که حالا دشمن نمیخوانید دوست میخوانیدشان، همین کشورها حملات اسرائیل و آمریکا بر مثلا مکتب مینابره محکوم نکردن که دانش آموزا اونجا شهید شد، ولی همینا آمدند حملات شما بر کشورهای منطقه را محکوم کردن. چطور هنوز دوست میدانید اینا را؟ ببینید ما در سالهای گذشته هم کم لطفی هایی از بعضی از برادران و دوستان و همسایگانمون دیدیم. ما این رو میگذاریم به حساب این که شاید اینها نمیتوانند با آمریکا اونگونه که ما امروز اراده میکنیم در مقابل ظلم، استکبار، امپریالیسم، صهیونیسم، قاتل کودکان مسلمان بایستیم، اونها بایستن یا با اونها مذاکره بکنند. ما از یک منظری شاید شما بتوانید بگویید که با یک حسن ظنی نسبت به آینده این منطقه تلاش میکنیم که این زمینه‌های برادری و همکاری و همسایگی در منطقه رو حفظ بکنیم. به خاطر همین امیدوار هستیم که پایان این جنگ به سمت و سوی هدایت بشه که اولا آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی تنبیه بشن، تو دهنی بخورن و دست و پاشون از این منطقه جمع بکنن و در ثانی که ملت‌های منطقه به این جمع‌بندی برسن که ما ظرفیت‌هایی برای حفظ امنیت خودمون درون منطقه داریم. درست. همونطور که افغانستان تونست در مقابل ظلم اینها مقاومت بکنه و تونست به پیروزی برسه اگرچه هزینه‌های گزافی داد، امروز ما همین مسیر رو داریم به پایان میرسونیم و ثابت می‌کنیم که ما هم می‌توانیم مزاحمت و زحمت اینها رو دور بکنیم به شرط اینکه جای پای اینها در جای جای این منطقه حذف بشه. اگر این اتفاق بیفته ملت‌های مسلمان دیگر نیازی ندارند که حتی فکر بکنند به کمک امنیتی بیرون از منطقه. ما می‌توانیم بر اساس پیوندها و مشترکات تاریخی خودمون، فرهنگی خودمون، دینی خودمون، منافع مشترک خودمون،
مسائل ژئوپلیتیک و جغرافیایی خودمون اینها را در حد جناب آقای سفیر در حد آرمانی مطرح میکنید یا عملا بالقوه شما فرصتی میبینید که واقعا کشورهای منطقه با هم متحد باشند؟ یک مسئله و دیگر اینکه دو چیز داره سوالم، دیگر این که حملات بر زیرساخت‌های انرژی حتی حالا کار به بانک ها هم کشیده، چرا؟ خب اون چه که آمریکایی ها دارن انجام میدن و صهیونیست ها انجام میدن مشخصا یک برنامه‌ای هستش که به نظر ما میاد بر اساس یک آشوبی در ذهن‌های اونها، بر اساس یک برنامه بدون پیشبینی و ارزیابی دقیق و بر اساس یک وسوسه‌ای شکل گرفته. وسوسه‌ای که اونها رو به هزینه‌ها و دردسرهای نامتناهی گرفتار کرده، دردسرهایی که به هیچ وجه به این زودی‌ها به پایان نخواهد رسید. به پایان نخواهد رسید. به پایان نخواهد رسید. اونا که میگن تا یک هفته دو هفته دیگه پایان پیدا خب حالا پایان هم شما ممکن است پایان آتش رو پایان تلقی نکنید. درسته. تبعات و پیامدهای این جنگ ماه‌ها و سالها ادامه خواهد داشت. من به شما عرض می‌کنم که این جنگ تاریخ منطقه و نظم جهانی رو تغییر داد، فارغ از اینکه روندها به چه سمت و سوی خواهد رفت. کشورهایی که ادعا می‌کردند قدرت‌های تراز یک دنیا هستند در مقابل با جمهوری اسلامی ایران که از منظر اونها یک کشور ضعیف بود، دچار از همگسیختگی، دچار آشفتگی، دچار آشوب، دچار پیامدهای اقتصادی و امنیتی شدند. این کشورها امروز میخوان در جهان نظم رو با کشورهای بزرگ و قدرتمند دیگری که اونها هم به هر حال برای خودشون ادعایی دارن چگونه میخوان پیش ببرن. این به این معنی هست که افول اینها و چهره ضعیف و متوهم اینها و همچنین جاه طلبی پوشالی اینها بر همه عیان شده. این پیامد این جنگ هستش. بنابراین شما مطمئن باشید این جنگ هر سرنوشتی پیدا کنه، سرنوشتی که ما دنبال این هستیم تنبیه و تودهنی زدن به رژیم صهیونیستی غاصب کودک کش اسرائیل و همچنین نیروهای نظامی آمریکا و دست کشیدن اونها از منطقه هستش. ولی اینکه چه پیامدی خواهد داشت، این پیامد قطعاً آثارش در جای جای قدرت در صحنه بین الملل و همچنین نظم جهانی خودش رو روز به روز، ساعت به ساعت نشان خواهد داد. اگر کوتاه کمتر از یک دقیقه این بخش پاسخی پرسش ما بدیم که همین کشورهای خلیج فارس حالا درس گرفتن و با شما هستند یا همچنان در صف؟ ببینید کشورهای خلیج فارس ما اینها رو از قبل هم نسبت به این روند توجیه کردیم، به اونها گفتیم که در چه مسیری داریم وارد میشیم، از اونها خواستیم که ورود نکنن. همونطور که شما گفتید اونها عرض شود که ملاحظاتی داشتن، مسائلی دارن در رابطه خودشون با آمریکا که به خودشون برمیگرده. اما واقعیت این هست که ما در یک منطقه زندگی میکنیم، ما در واقع در آغوش یکدیگر زندگی میکنیم، حرکاتی که در این منطقه اتفاق میفته بر سرنوشت یکدیگر تأثیر داره و ما بنا داریم با کشورهای همسایه خودمون سیاست همسایگی رو به هر ترتیب در آینده پیش ببریم. این رو آرمانی نمیدانیم. اعتقاد داریم که اگر ما برگردیم به اصالت خودمون، اگر برگردیم به خواست ملت هامون که آرامش در پرتو باور به اسلام و برادری منطقه هست، این موضوع به نظر من بسیار نزدیک هست، دور از دست نیست. انشاءالله اتحاد ملل مسلمان یک موضوعی است که وعده خداوند هم داده شده و ما شاهد اون خواهیم بود بر اساس اخوت اسلامی. سپاس. تشکیل امت اسلامی. بسیار ممنون. اما رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران کیست و خواهد توانست این کشتی را از طوفان به ساحل نجات ببره؟ بعد از میان برنامه به این خواهیم پرداخت. ادامه گفتگوی ویژه افغانستان 1400 با همچنان دکتر علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل. و حالا میرسیم به این جناب سفیر که رهبر جدید ایران جناب آقای سید مجتبی خامنه‌ای کی است و چی کار میکنه، از چه ویژگی‌هایی برخوردار است؟
در طول عمرش چهره زیاد رسانه‌ای نداشتند و از روزی که انتخاب شدن تا اینک هم ما صدای نشان اشاره از ایشان نداشتیم که حتی گمانه‌هایی را در مورد اینها مطرح کرده. جریان چی است؟ بله، همونطور که اطلاع دارید بعد از شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک شورای موقت رهبری در کشور ایجاد شد که این شورا زمینه رو برای انتخاب رهبر و همچنین انجام اموری که مرتبط با رهبر بود در اون چند روزی که حدوداً 10 روز طول کشید فراهم کرد و خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری که متشکل از 88 نفر هستند و مستقیما با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن، اونها فعالیت‌های خودشون رو شروع کردند. آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی تلاش کردند که حتی مراکز نشست اونها رو بمباران کردند در قم، در تهران و شرایط رو تلاش میکردند که برای نشست اینها فراهم نشه، اما اونها با همه این احوال کار خودشون رو انجام دادن و تقریبا بعد از 10 روز شخصیت منتخب خودشون رو حضرت آیت الله العظما سید مجتبی حسینی خامنه‌ای معرفی کردند. خب ایشون یک شخصیتی هستش که تحصیلات علمی دینی دارن، در حوزه‌های علمی تحصیل کردن، بسیار شخصیت عالمی هستند و بیش از 15 سال ایشون درس خارج که عالی ترین سطح در واقع دروس در حوزه هست رو تدریس می‌کردن. تعداد زیادی در واقع طلبه داشتن، در محضر ایشون درس می‌گرفتن و این از جهت علمی، از جهت اجتهاد و اما سیاسی ایشون اما ایشون دستیار رهبر انقلاب اسلامی بودند و جز نزدیکترین افراد به ایشون محسوب می شدند و ارتباط بسیار تنگاتنگی با پدر بزرگوارشون داشتند و به هر حال در کوران این سالهایی که از عمر ایشون گذشته، ایشون الان 56 ساله هستند، در جریان جزئیات ارتباطات، شیوه اداره کشور، ساختارهایی که در واقع وجود داشته قرار گرفتن. یکی از مهمترین ویژگی هایی که این شخصیت دارن، همونطور که شما هم اشاره کردید، تواضع و فروتنی ایشون هستش که به ویژگی های اخلاقی ایشون استناد میکنه. اینکه کسی فرزند رهبر انقلاب اسلامی ایران باشه، در جایگاهی باشه که بتواند به هر حال خودش رو همگونه مطرح بکنه، اما خویشتن‌دار باشه و به قول شما هیچ کس از ایشون سر و صدایی نشنیده باشه و هیچ کس از ایشون یک مصاحبه‌ای ندیده باشه و این انسان بتواند خودش رو تا این حد مهذب بدارد، این از ویژگی‌های این شخص هست که انشالله بعد از این هم اما چرا چند روز به خطابه، یک حضوری، یک پیامی نداشت؟ به هر حال اون در زمان خودش قطعا این کار انجام خواهد شد. تهدیدات امنیتی دلیلش هست؟ ببینید، من اطلاع دقیقی ندارم که بخوام به شما بگم که دلیل این در واقع چه هستش، اما در مورد سلامتشان مطمئن هستین؟ بله سلامتشان مطمئن هستم. حتما ما اطمینان خاطر داریم. به رهبری در واقع بیعت کردیم، ملت ایران بیعت کردن که در سلامت کامل به سر میبرن. مطلب بعدی که من میخواستم برای بینندگان شما عرض کنم و مطلب بسیار مهمی هست، این هستش که حضرت آیت الله العظما سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اولا از سلاله حسینی هستند، مانند پدرشون یک شخصیت از جان گذشته هستند و روحیه و خلق و خوی پدر بزرگوارشون رو و امام حسین علیه السلام رو دارند و این حرفایی که فکر کنیم که حالا مثلا این مسائل باعث بشه که ایشان مثلا چگونه زیست چگونه‌ای داشته باشن، کاملا زیستی شبیه پدرشان و مانند امام حسین علیه السلام خواهند داشت، در میدان خواهند بود و انشاءالله ایشون رهبری امت اسلام ملت ایران رو حتما در همون مسیری که پدر بزرگوارشون داشتن ادامه خواهند داد. نکته مهمی که من میخوام عرض بکنم، ایشون یک تفاوتی با حضرت امام خمینی و حضرت امام شهید پدر بزرگوارشون دارن و اون این هست که ایشون بر یک استوانه رفیعی که توسط حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای بنا شده می ایستند. اینطور نیست که ایشون یه شخصی باشند بخوان از ظرفیت‌های شخصی خودشون بر
برای اداره کشوری استفاده بکنن. نه، ایشون در روزی به رهبری برگزیده شدن که مسیر به مشخص واسطه بوده. رهبری پدر بزرگوارشون ملت ایران و نیروهای مسلح ما در مقابل آمریکا، در مقابل رژیم صهیونیستی با تمام قدرت و با تمام وجود ایستادگی کردند و اونها رو تا سرحد شکست پیش راندند. درست. ایشون میراثدار اندیشه، سیره و همچنین موقعیتی هستند که امروز جمهوری اسلامی ایران به واسطه این اندیشه و سیره امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای قدس سره به دست آوردن و ایجاد شده. نکته دیگری که من میخوام اینجا اشاره بکنم این هستش که حضرت امام و حضرت آقای شهید ما بر ایجاد ساختارهای نظام بسیار تاکید داشتند. از فردگرایی در نظام به شدت جلوگیری میکردند. بنابراین کشور جمهوری اسلامی ایران یک کشور ساختارمندی هست. درسته. اینطور چیدمان نکردن رهبری فقید افراد را برای زمان کنونی؟ ببینید، میگم من صحبتم این هست که اساساً مملکت به فرد وابسته نبوده و الا اگر روزی که حضرت آقا رو شهید کردن باید تبعات این شهادت رو ما میدیدیم. این تبعات و این پیامدها در تحریک احساسات و تشویق مردم به مقاومت و تشویق نیروهای مسلح در جبهه‌ها خودشو نشون داده در دفاع از وطن و اسلام. می‌خواستم اینو اجازه بدید اینو تموم بکنم. بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مستقر، مستحکم، مبتنی بر ساختارهای در واقع قانونمند، مبتنی بر قانون اساسی هستش. بنابراین همه نظام، ملت ایران، نیروهای مسلح و نخبگان و علمای کشور و همچنین نیروهایی که در سراسر دنیا همواره ما رو کمک کردند، همواره به ما احترام گذاشتن، از جمله در افغانستان، اینها در اداره آتی جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق در کنار رهبر جوان ما خواهند. بسیار ممنون. در دقایق آخر بحث هستیم، بنابراین من از شما درخواست میکنم این سوالاتم را در حد امکان کوتاه پاسخ بدین که به همش برسیم. اولین که مخالفان چه در داخل اپوزیسیون چه در خارج، حالا عملا کسانی مثل آقای پهلوی شاهزاده سابق هم داره ادای حضور در میدان را در میاره، اینا چقدر چالش جدی هستن به جمهوری اسلامی ایران؟ یک، من در ادامه بحث قبلی جمله بگم بعد پاسخ شما رو میدم. من رسیدم به اینجا که ملت افغانستان هم به ما همواره کمک کرده، بله، به عنوان یک ملت برادری که امروز هم ما شاهد کمک‌هاش هستیم. من لازم میبینم که از برنامه شما، از مقامات امارت اسلامی افغانستان، از ملت افغانستان، از علماء این کشور، اقشار مختلف، نخبگان، سیاستمداران، ارباب رسانه، مهاجرینی که حتی در اینجا زندگی نمی‌کنن، تقدیر و تشکر کنن. در این روزها، در همین 10 روز، البته در جنگ قبل هم همینطور بود، ابراز احساساتی چنان نزدیک به قلوب ما انجام دادن که واقعا ما و همه همکارانمون و همه کسانی که با اینها در ارتباط بودن تحت تاثیر قرار گرفتن و ما این رو از برکات خداوند می‌دانیم. تصمیماتی که در این کشور گرفته شده بود، درسته، این تصمیمات امروز نشان می‌دهد که چقدر عاقلانه ایران و افغانستان رو در کنار همدیگه حفظ کرد به عنوان 2 کشور برادر، به عنوان 2 کشور متحد. انشاءالله بعد از این جنگ، بعد از فروکشی آتش در واقع امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی، ما شاهد تحولات جدیتری در روابط ایران و افغانستان خواهیم بود. آره. با اون پرسش من کوتاه اشاره کنید. بله. که قرار شد که ما با شما بعداً انشاءالله یک نشستی راجع به روابط 2 جانبه ایران و افغانستان داشته باشیم. و در مورد چالش‌های داخلی اپوزیسیون، بله، من اینو خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ایرانیان خارج کشور، من معاون وزیر امور خارجه در امور ایرانیان خارج کشور بودم. جمعیت حدود 6 میلیون نفر هستند، انسان‌های بسیار توانمند، عالم و انسان‌هایی که در هر جامعه‌ای زندگی کردند، نام ایران رو بلند کردند و هر جایی که زندگی کردند اسباب افتخار اون کشور شدن به داشتن چنین مهمانانی. قاطبه اینها انسان‌هایی هستند که
به وطن خودشون، به پرچم خودشون، به شرف خودشون، به غرور خودشون، تاریخ خودشون افتخار میکنن و ما اونها رو قلبا در کنار خودمون میبینیم و در کنار ما هستن. اما در بین اینها بعضی از گروهک ها هستند که در جریان در واقع حضورشون در خارج کشور به سرویس های اطلاعاتی مرتبط و متصل شدن. درست. اینها با سرویس هایی مثل موساد، حتی با صدام حسین اقدام به همکاری کردند و جایگاه خودشون رو تا این حد تنزل دادن. بعضی از اینها خودشون رو به اسرائیل فروختن برای اینکه رسانه های اسرائیلی، رسانه های رژیم صهیونیستی از اینها بلکه یک حمایتی بکنه و اون شبکه فاسد رسانه اونها اینها رو برجسته بکنه. درست. ابزارها و فناوری هایی که در اما اینها من پاسخم را جناب آقای سفیر این گونه دریافتم چالش جدی نیست اینا. ببینید چالش جدی، مردم ما پاسخ اینها رو دادن. درست. و چون دقیقه آخر بحث است، این طرف روز قدس داریم، ارزش برای اسلام، اون طرف رویای اسرائیل بزرگ، کدام محقق خواهد شد؟ خب ما اینجا اولا وعده پروردگار متعال رو داریم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، که خداوند میگه من اراده کردم که این مستضعفین در واقع جهان رو به قدرت برسونم و این مستکبرینی که برای خودشون جایگاه در واقع استعلا جویانه‌ای دارند و دچار یک پریشان خاطری متوهمانه هستند، اینها خب به لحاظ اعتقاد و باور ما اینها قطعاً بر اساس وعده الهی از بین خواهند رفت و این بسیار دور نخواهد بود، بسیار نزدیک خواهد بود و خدا رو شکر میکنیم که به ما، به افغانستان، به ایران و به نیروهای مقاومت این فرصت را داد که به افول کشیدن اینها نقش ایفا بکنند. اما روز قدس روز وحدت مسلمانان هست. قدس پاره ای از تن مسلمانان، قبله اول مسلمانان هستش که اونها به اون تجاوز کردن، اون رو اشغال کردن و مردم کشوری رو که نامش فلسطین بود از اونجا آواره کردن. کشوری که تا همین الان در رژیم صهیونیستی انسان‌هایی زندگی می‌کنند که یادشان هست که گذرنامه به نام فلسطین داشتن، شناسنامه به نام فلسطین داشتن. روز قدس روزی هستش که هر مسلمانی در هر گوشه از جهان، حتی شده به یک دعا، حتی شده به گفتن یک کلمه، زدن یک توییت، شرکت در راهپیمایی، تکلیف خودش رو برای ادای احترام به ملت فلسطین، ادای احترام به ملتی که آواره شدن، به مردم غزه‌ای که 75,000 شهید دادن، بلکه 10,000 بیش از 100,000 مجروح دادن، و ادای احترام به شأن و شخصیت مسلمان ها، به این که کسی اساساً جرأت نکنه به اونها تجاوز بکنه که بعد بخواد این رو ادامه بده و سرزمین های ما رو پاره پاره بکنه، باید در صحنه حضور پیدا بکنه. و امیدوارم کسانی که در برنامه شما صدای من رو میشنوند، تصویر من رو میبینن، این وظیفه خودشون رو انشالله ادا کنن، حتی اگر شده با یک دعا و یا زدن یک توییت. بسیار ممنون. و جمع‌بندی و نتیجه گیری رو با سوال از شما می داشته باشم جناب آقای سفیر، که رابطه افغانستان و ایران که دو ملت را شما اشاره کردین، حالا که ایران در جنگ و در بحران است، مردم افغانستان که شما گفتید که کنار مردم ایران هستند، ولی در حالی که روابط تجاری افغانستان با مثلا پاکستان حالا کلا نزدیک به قطع است و بیشتر تعاملات تجارتی و حتی سیاسی دیپلماتیک با ایران است، این روابط همچنان میماند، تجارت بین کابل و تهران ادامه پیدا میکنه و این جنگ بر افغانستان اثری منفی نمیگذاره. خب ملت افغانستان 50 سال در جنگ بوده و اقتصاد خودش رو اداره کرده، تجارت خودش رو شکل داده و متخصص ترین ملت دنیا در اداره اقتصاد و تجارت در زمان جنگ هستش. یعنی اینها یک تخصص فوق تخصص ویژه در این زمینه دارن. از این جهت هیچ نگران نباشید. درست. ما در همین روزهای اخیر مذاکرات و گفتگوهای متعددی با برادران تاجرمون در افغانستان، اتحادیه ها و اتاقها داشتیم و همچنین مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین جناب آقای مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کردند که هیچ گونه مانعی برای تجارت در مرزها حضور نداره. ما در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران
مأموریت داریم که بیش از گذشته تسهیلات فراهم بکنیم برای رانندگان کامیون ها و همچنین برای تجار افغانستان و انشالله شما خواهید دید که ما سطح روابط رو در همین شرایط هم انشالله بلند خواهیم کرد. من اینجا یک نکته رو برای شاید بحث پایانی اجازه بدید اشاره بکنم. ما از روز 4 جنگ تاکتیک های خودمون رو به طرف مقابلمون تحمیل کردیم. چشم های اونها رو، گوش های اونها رو کور کردیم. رادارهاشون رو کور کردیم. سیستم های شنودشون، سیستم های مخابراتیشون رو از بین بردیم و دست بلند خودمون رو برای ضربه زدن به اونها در هر نقطه‌ای که اراده بکنیم نشان دادیم. امروز ما این امکان رو داریم که هر نقطه‌ای که اراده بکنیم مورد هدف قرار بدیم، از هر جا مورد حمله قرار بگیم، اونجا رو به آتش بکشیم و اون آتشی که به سمت ما اومده رو خاموش بکنیم. بگذارید اونها هر چه میخواهند فکر بکنن و هر چی که میخواهند، هر دروغی که میخواهند بپردازند. همونطور که ورودشون متوهمانه بوده در این جنگ، ادامه این جنگ هم به اونها نشون خواهد داد که دچار توهم هستند. ما سلاح از کسی نمیخریم. درست. جوانان ما برای ما سلاح میسازند. درست. ما هر قدر سلاح نیاز داشته باشیم، جوانانمون این سلاح رو برای ما در لحظه تولید میکنن. درست. پس این بحث سبب شد که ما 1 دقیقه دیگه هم بفرمایید یک سوال 3 جزئی از شما مطرح کنم. در 1 دقیقه اگر پاسخ دادید یا کم بیشتر، آیا خطری حمله به شهرهای آمریکا و اروپا وجود داره که اخیراً گزارش دادن که قرار است حمله پهپادی به کالیفرنیا صورت بگیره؟ FBI آمریکا گفته. 1. دومی که آیا این جنگ خطر هسته‌ای شدن و 3 خطر جهانی شدن را هم داره؟ ببینید، سوالایی که شما میکنید سوالایی هستش که کارشناسای نظامی باید جواب بدن. ما بر اساس دستورالعمل هایی که از دولتمون میگیریم پاسخ میدیم. ما نظرمون این هستش که خداوند به اینها عقلی بده که وارد حوزه هایی نشن که عمل متقابل ما اونها رو به پشیمانی بیشتر و بیشتر بکشانه. و این تنها حرفی هستش که من میتونم خدمت شما. بسیار ممنون از شما جناب آقای دکتر علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، بابت حضور در این گفتگو. خیلی متشکرم از شما و همچنین همکاران عزیزتون. از بینندگان شما سپاسگزاری میکنم که با حوصله این برنامه رو گوش کردن، دیدن.